گیر کردیم. بخیر دلچی نمیره در مکو در سر بده. یا الله سلام علیکم. سلام علیکم. اشتاق کو بخیر سلامتی. زنده باشید. سلامت باشید. شلون احوالك؟ بخیر. سلامت. این چی اعصاب خرابی برای انداختیم جنگ و جنجال به اونجی؟ این چی گپه؟ من خوشبری خوب اگین کاکا. هم گیلک و عباس که برفتن به داخل تالار زنانه و چی عقدش که به تربیش و چی منزد؟ خود خبر نده که به چی مستادی بدبختی بیچاریه؟ از این کارا حساسیت دارم بعضا که ما بین زنا میرم به داخل تالار به اونجا برقصم. حالا مره از خود ننگ ناموس داره، از خود میبینی ابرو شرف داره. نه حالا من ری کردم داخل تالار زنانه که برای که خود عباس برقصه اینجی. حالا او یک شپوت بزده. من کاری یلا میدم. با شما چرا اور زده؟ اون مسکینه مثلا. چرا به چی مر بزنه؟ چی حق داره که به چی مر بزنه؟ همین به دل درد کرده بود که برفته داخل تالار اینا برفتم گیله خود عباس برفته بود اونجا برقصیده بوده ما بین همین خانوما او هم اعصاب خراب شده بوده جنجال کرده بود. این تو به یک سنیور یلا نمیدم این معامله به یلا نمیدم کاکا جون. حالا گپی بود برابرت کار خور از این مسئله رو یلا کنیم دیگه او همین کار نمیکنه او هم اشتباه نمیکنه دیگه شما مسئله رو بگی کلون کردیم. آخه او چگونه به تبیش بچه نادون نبزنه ساکو؟ آخه او سادیه صاحب دیگه پاچی با میشه. گیلا ها گیلا بیا بده. باور کنیم بیچاره همیت زفناله میزد میگو من همیت کاکا شما همیت زده که چی بگی. و علیکم. تو که چیشه چیکار کرده؟ اشتده دبر ریسه که چیشه چیکار شده؟ یا قمیت بزنه خصوصی بری شما. یعنی به چیش میزده بود ها؟ نمی‌بینی تربیت شده با بالی چیشه خورده. مشک زد. خب کار خوب نکردی دیگه کاکا جو تو هم برفتی. ما برای میگم برای خصوصی. بابا دومات گفتن بیا با ما و عباس دومات گفتن بیا بریم که اونجا یک چی بازی بریم رقص بکنی. خب دومات بگه همون زمین گفتم این سیاسرای من نمیرم. با یکی گیلر نبوده برارا دومادم بوده دیگه. خود عباس. بابا برای میگم که تو چه بچه مرزدی؟ چی میگه؟ بچه خود تربیه کو. بابا سرما مای حمله کنه. مامور بزدم دیگه. بابا باور کن خیلی زده بودیم. یک دایی بودین که برم یک پنسلی چیشی بخرم. آنه. یم دایی برو خوب پنسلی چیشم خور چهار کنی خوب. چی به درد نخوریم داخل تالارا جنگ و جنجال و اینا. باز همین رفتن مردا به داخل تالار زنانه بیخید کار اشتباهیه. برو جان ما میگه غیر از یک دوماد که حق داره به داخل تالار زنانه بره. آیا برارا دوماد چی کار داره که بره؟ بچه ها کاکا دوماد چی کار داره که بره؟ هیچ کس حق نداره. فقط هم خود دوماد حق داره که بره به اونجا اشتباه میکنه. سر روده بشه کمه بند میبینی به داخل تالار زنانه میرخصن خود دوماد. چی گپ کاکا؟ یک قومی خونیه به اونجا. از هر جا هستم میبینی همسایا بیگونه کار خوبی نیه دیگه. من خود من این کار محکوم میکنم این کاره. من برم خاک پنسلی چیشی. برو بس برو. منطورم خوب شما همیت کاری لط کرده. نور یلا نمیدون. نور یلا میدون زنیا. پیله کنیم دیگه ولی این مسئله بشود دیگه این کار تکرار نشه و نمیشه بخیر دیگه تکرار هم نمیشه این کار. دیگه ما و شما از خودیم. چیش بچه کور میشد. بابا من چی میگه؟ میگه بچه خود تربیه کو. من اون اختیار میکنم. کانال سه کو تربیه دادم. موضوع پرسان کو بچه خود چی رقم تربیه دادم؟ خیر کاکا خیر. این گپانیه کاکای نداره. مسئله کلام نکنید. به ریاض خدا میگم. این مسئله را ریاض کنید خیره دیگه. کی بود؟ نه آخر کاش کو بیا بسرو. نه آخر کاش کو.
یالا سلام علیکم. خوب بخیر اینجا شما دوره دیار هستین؟ بخیر خیریت. نگو مال بیا بودم که من می تربیت دادم بچه یاد گیرم از شما یاد گیرم. شما ایشته بچه تربیت میده که من تربیت ندادم بچه خوب. میگم من یک چیزی به شما بگم کاکا شما. اصلا هیچ چی نباید بگی. چیش بچه ما کور کردی. میفهمی یا نه؟ من تو به نیت یلا نمیدم. خلاصه با تو بگم. کاکا شما. کاکا شما نه کاکا شما. حالا مر به گپ بگذارین که من یک کلمه بگذارم یا نه؟ گپ همینه که تربیت دادن بچه باید دست یاد گیره. امروز باید دست یاد گیره. صبر کنین که من گپ خور بزنم. باز شما بگیم چه کاره. بگو. ما و شما خودی هم خیشیم. هستیم یا نی؟ خیش ناخیش. سعی کنید اجازه بدین. همین بچه شما گیلت چی عقدش که به داخل مون تالار میرفت؟ یک از شما بود فهمید از من بود. از 100 نفر دگان بود. باز که شما بچه ما بزده شما بچه ما بزدین. تو صبر کن. بچه ما گیله برفته داخل تالار زنانه. برو دوم چی عقدش که بره؟ بچه ها کاکا دوم چی عقدش که بره؟ فرض مثلا بچه اما دوم چی کارش که بره؟ اگه شما ننگ نمیز خود ما هم ننگ نمیز خود بکار داره. بچه ما دیوانی خدایی بود کرده. ساده بود کرده. که تو گپ مفیزینی. حالا که برای شما بچه ما بزدیم دیگه. گپ کم کو. گپ کم کو دیگه اینجی. دستک بالک نزنین که ما خیشیم خودی هم دیگه. اگه به مسئله چی نباشه. دیگه پانی من تربیت دادم به چه بعد امروز اصلی یاد گیرم. میفهمی یا نه؟ کارت میگیری؟ وقتی بگیری. تربیت دادم به چه بعد اصلی یاد گیرم. یاد گیرم. فهمیدی؟ تو یاد نمیدی تربیت دادم به چه؟ میفهمی یا نه؟ بچه خود اول تربیت کن یا اینجا یاد میدی تربیت دادم جست یاد میدی خورده بودی تو چی فکر میکنی به مسئله خشتری نباشه به خدا دهن بندون تو ای تو بکسی که بچه تو زدم به تو گنده تر میزدم ای که تو آدم کلونی ما با تو لیاز مراد میکنیم میگیم آدم کلونیه تو همون قدر فکر نمیکنی خان مر بکندی حمله میکنی با بالمه موام تو پاک بکندی سر مر کال کردی باز خوب بود کمی زنه بچه به من جلو نبود نه که ما پاک ابروی حیثیت میره چی سعی میکنم سر بم چی گپه مردم نمیدونه حساب شخصی خورم نتونه گپ بزنه به تا خونه خو تیاره که از امروز آسمون براش شما کلا خور به در میکنی برو گم شو سر شما به خاک چی فکر میکنیم شما بچه ارتسا که بمو تانی خبرات بتا زن بچه مردم بابا زن بچه مردم رقص میکنه برای دیگه کسی نبود بازو برا رسا که عباسا که خوردی همو میره همینجا که رقص میکنه به خدا به حساب کلانتری دفعه با تو مراد کردم دفعه دیگه اگه با تو مراد بکنم یک دفعه دیگه بدم همین سرامو بیاسه که با تو چی نشون میدم بله دوم داشتنیم بخیریم خیریت تیار هستیم شکر سلامت باشین زنده باشین دوماد ما دست ازی دوماد شما برو در چکار کنم ما دست ازی کاکا شما ما به کجا بریم ما به احترام کلونتری بزی مراد کردیم بیام به تا خونه ما دست بالا کردی خان مر بکن مو مر بکن تو تونسته ما رو اینجا لات کرده ما به احترام کلونتری بزی چیزی نگفتم شما چی رقم رفته بودین خودی دیگه زده بودین بچیو به تا طلا رفته ادعای به سر مونه ایر بفهمونیم که دیگه به در خونه ما نیه که اگر دفعه دیگه به در خونه ما به خدا بچیو گیلا گور بدتر میکنم ما به احترام شما چیزی نگفتم بریو من دفعه دیگه باز ما از احترام اصل نمیکنم خدا حافظ خیر به خیر خوشی نبینید گیله وقتی کنانه میگه با پاد نش که نقص داره چش به چش تو باد بگم بستکو نگو کی زدم چی همودم به چش تو شلوغ شد ندیدم اصلا نرشید خیلی
تازه گل از امرا بیری شدن تا به تطلق تا جلقه چی بگی باور کنی ما مدیر ما آدمی چپاتی ما نزد گیلک که نفهمیده چی بخوردم همین چپات دیگه اینا خور بدر میاره نون والی ما مزار کرد نه بشیده شو بسته شد اینا خور بدر میاره عباس فقط با عمر خارسی ندیدم این مردم میگم چه به تم فیلم آمده چه به تم فیلم زنکا آمدی بلکن چشم تیار شد توش نمیکنی روش که تیار میشه دیگه تا بادا میگردی نه نمیری دیگه امروز تقسیم کنیم اگر ما بریم دیگه بعد باز مردم خب ما دو نفر دیگه چیکار کنیم بشینیم خب تو چرا به تا خاکاشوندی بره به خونه بغلته چشم بدتر میشه چشم تو بیتر شو چیش خواب بسته کرد نه چاش چی بخونیم دست نزی بخیر خوش شد میتون نمیزد تو بزیر فهم ما خب خود شما ما موازی چی بخورین چای سعی کنیم به خونه چیز میز پیدا میشه دیگه بخور پخته کنیم ما نه میرم گیلک میرم میرم ساعت 2 من میرم نه بابا بعد ما اومده هستم دو ما میرم ساعت جمع کنی امرو باشه لعتی هست دیگه میرم بری به خونه بغل دیگه خاک گلفته با تر میکنه تو خوبه نه من میرم نمایی تو کجا میری خود تاکی بس دوماد میرم من میرم راحت شو بری بخیر من میرم